در یکی از دامنه‌های قله 7 تنان در بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ و در فاصله حدود 130 کیلومتری شهر کرد، روستایی خودنمایی می‌کند به نام روستای سر آقا سید. روستایی با خانه‌های خشتی که پنجره‌ها و درهایش رو به طبیعت سبز و کوهساران باز می‌شود و صبح هر روز مردمانش با آواز پرندگان آغاز می‌شود. حریم روستا شمیم بوی امامزاده‌ای را استشمام می‌کند که روستا به نام ایشان سند خورده. امامزاده سر آقا سید. سر آقا سید روستایی با معماری کوهپایه‌ای و پلکانی است که به ماسوله زاگرس شهرت دارد. این منطقه از شمال به کوه کنگله و از جنوب به کوه وند و خیمه محدود می شود. شغل بیشتر اهالی این منطقه علاوه بر کشاورزی و دامداری، استحصال نمک از چشمه‌های نزدیک روستاست. مصالح خانه‌های گلین این روستا خشت خام و چوب است و به صورت فشرده و پلکانی با اتاقهای کوچک و تو در تو شکل گرفتند. در قسمت مسکونی خانه نیز دو بخش وجود دارد. اتاقی به نام لامردان که اتراقگاه مهمان و مردان خانواده است و دیگری اتاقی برای سکونت اعضای خانواده.